سلام بچه‌ها، امروز اومدیم داستان تعریف کنیم بر اساس واقعیت. ببین اینجا رفیق پدر من دیگه که همین خونه کار میکرد. خب این خونه جن داشتن، اینطوری بگم جن داشتن. این رفیق پدر من مثلا شبا رو بوم میخوابیده، مثلا یه جنی مثلا پتور عروش میکشیده، خیلی اذیت میکرده و خیلی اذیتش میکرده جوری که اصلا نمیذاشو بخوابه. و این رفیق پدر من به حساب خیلی شجاع بود. خب مثلا میگفت پتوش عروش میکشیدن باز براش مهم نبود، باز میخوابید. ولی دیگه دفعه بعد اونا میگرفتن پاشو میکشیدن دریت. خب اینو نمیدونه، اینا رفتن پیش مولایی. خلاص مولای گفت چی؟ گفت این تو گرفتی یکی از بچه‌ها جن اینو آزار داری تو خونتون، تو این خونه تو جن داره. یه زمان یه آب جوشی ریختی رو قالیتون. خب آب جوش رو ریختی رو قالی و اونجا یه بچه جنی خوابیده بوده و اون بچه جن سوخته و حالا پدر مادر اون بچه جنه اومدن ازتون چی انتقام بگیرن. و همینطوری بود. گفت ما حالا چیکار کنیم؟ به مولای گفتم ما چیکار کنیم که دیگه یه جن ما آزار نده. مولای جن رو احضار کرد و ازش کلا او داستانو پرسید. گفت چطور شده؟ اونم دقیقا همین چیزایی که مولا گفته رو گفت اینا آبجوش ریختن رو بچه من. اینا گفت اینا خلاصه با هم صحبت کردن و قرار شد دیگه اون شخص آزار نده و اون جنه قبول کرد که دیگه اون رفیق پدر منو آزار نده. با امید خدا سنگ بردانه جدی. نه نداری اینا بچه سیگه داشت دنبالم. چیکار کسی که واسه دار نگاه میکنه. صبر کن. ندار به خدا میافت دنبال ما بدوی. آروم بیا. اینا میان دنبال ما اگه بدوی. کجاست؟ پس چی بیازی کوچه بریم همتر. خب خلاص ادامه داستان. خلاص این دیگه ازش قول میگیره که دیگه بریم جاده گادیه. بیا همین بر بریم. خب ولش کن، ما تغییر مسیر میدیم بچه‌ها. خب ادامه داستان. خلاصه دیگه جنه قول میده اون اذیت نکنه. خلاصه این رفیق پدرم به زندگیش ادامه میده. خب و در آخر بازم توی خونه که بودن خیلی اتفاقات جالبی میافتاد. من از زن رفیق پدرم پرسیدم، میگفت ظرفا بی خودی مشکستن، پتوها عوض میشد، وسیله گم میشد و شبایی که میخوابیدن یه صدا عجیبی به گوش اینا میومد. و یادمه که مثلا پسر رفیق پدرم میگفت من طبقه بالا میخوابیدم و همیشه شبا صدای دویدن از پله‌ها رو میشنیدم دریت. خلاصه اینا گرفتن خونه رو کامل فروختن و کنه از اینجا رفتن. ما الان مسیرم افتاد به اینجا. گفتم این داستان رو براتون بگم، داستان جذاب و خیلی زیبا. خب خلاصه بیا از این کوچ بریم. بچه واقعا اونجا سکه خطرناکی بود. ما یه باشینیم بیام ایره. مثل چراغ روشن کنیم. مثل سیگار میاد. بیا دیگه. خیلی زامی افتی. مثل صدا دار میاد. بیا. باش. بیا بچه بیا. خیلی دوره.
حاجی اگه از جاده رفت دور رسیده بود. با سگ شو میکنه ما چی میگی؟ بچه خیلی دوره تا خیابون. خواهی که بعد خیلی وقتی پومزینی و پوله همون پوله اینجا پومزینی ایتلسه خیلی شد پومزینی اینجا واقعا آرومی من کجا میرسم موسیقی خاک کسته اونجاست بچه ها از اینجا کاملا هشکی نیست نزدیک شد بچه سگ دیدن نباید بودم میکنه دنبالت مقضی سر آمده ناموسم مثلا اون طرف خونو خیلی سگی تو کارش کنید سگ ما خونیم نباید بگریزی اونا میدونیم دنبال موتور سوارا خیلی میکنن چون اونا سرعت دارن بیا از بیا بریم تو